خب همونطوری که مستحضر هستید در روزهای 27 لغایت 30 آبان ماه رویدادهای با ارزشی در استان گیلان اتفاق خواهد افتاد که قابل تأمل هست. به ویژه رویداد در واقع اجلاس سران استانهای حاشیه خزر در قالب استانداران حاشیه خزر. همزمان با این رویداد بین المللی رویداد مهم دیگه‌ای که در سطح ملی برگزار میشه اگروفود استان گیلان هست که در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان گیلان با حضور شرکت‌ها و برندها از استان‌های مختلف کشور در گیلان برگزار میشه که میتونه پیوند این دوتا رویداد اتفاقات خوبی رو برای کشور عزیز ما و بخش کشاورزی ایجاد بکنه و میتونه در واقع باعث جریان اقتصادی با ارزشی بین ایران و کشورهای اتحادیه اوراسیا رو به همراه داشته باشه. لذا در نمایشگاه اگروفود میشه این شرایط رو ایجاد کرد که انشالله بتونیم با حضور تولید کنندگان بخش‌های مختلف کشاورزی چه در استان گیلان و سایر نقاط کشور و معرفی اونها زمینه صادرات این محصولات که در نهایت منجر به رونق بخش کشاورزی و توانایی بخش کشاورزی رو به دنبال خواهد داشت رو در استان رقم بزنیم و این نمایشگاه قطعا این فرصت توانایی تولید رو به تجار و سایر شرکت کننده هایی که از کشورهای همسایه در این نمایشگاه حضور خواهند داشت رو میتونه معرفی کنه. این نمایشگاه ها این فرصت رو در واقع به تولید کنندگان و تجار عزیز میده که حذف واسطه های غیر ضروری داشته باشن که میتونن کالا و محصول مورد نیازشون رو از مبدأی که تولید میشه به راحتی در واقع دریافت کنن و در مسیر تجارت قرار بدن که این در واقع ارزش افزوده رو هم به بخش تولید و هم به عزیزان تجار خواهد داد که در واقع هزینه‌های غیر ضرور کاهش پیدا میکنه و اون جذابیت سرمایه‌گذاری از مقصد جمهوری اسلامی و استان گیلان رو به همراه خواهد داشت.